ریاست وزارت کورهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که با مقصد تحکیم همکاری ملیسیا با جامعه، پیشگیری از همه گونه کردارهای ضد حقوقی، جنایت و حقوق ویرانکنی و حفظ حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان، در ریاست تلفن باوری سردار ریاست وزارت کورهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال لیتنانت ملیسیا نظرزاده شریف رحمان تحت رقم 20202 تاسیس داده شد. ملیسیای بدخشان میگوید تلفن باوری گنرال شریف نظرزاده بدون تنفس به طور شبانه روزی فعال بوده. هر نفر میتواند درباره کردارهای ضد حقوقی، جنایتکاری و قانون شکنی ها، تحکیم همکاری ملیسیا با اهالی، تکلیف و پیشنهاد و عرض و شکایت پیشنهاد نماید. ملیسیای بدخشان همچنین صفحه های خود را در شبکه‌های فیسبوک و اینستاگرام تاسیس داده اعلان کرد که گنرال شریف نظرزاده هر روز شنبه خودش شخصا شهروندان را به حضور گرفته به عرض و شکایت های آنها گوش خواهد داد. شریف نظرزاده در پایان ماه فوریه سردار ریاست وزارت کورهای داخله ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. او قبلا رهبری ملیسیای شهر دوشنبه را بر عهده داشت. گنرال نظرزاده در پایتخت نیز از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای شنیدن عرض و شکایت‌های شهروندان فراوان استفاده می‌برد و کمانده او یکی از فعالترین اداره دولتی در مسئله همکاری با جامعه شمرده میشد. ملیسیای بدخشان میگوید تمام عرض و شکایت‌ها به واسطه به سردار ریاست وزارت کورهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال لیتنانت ملیسیا شریف نظرزاده پیشنهاد گردیده اوید به هر یک آن سنجش‌ها گذرانیده می شود. علاوه بر این از جانب رهبریت مقامات کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان به مسئله قبول و سنجش همه‌جانبه عرض و شکایت‌های شهروندان اهمیت جدی داده شده. شخصا خود سردار ریاست گنرال لیتنانت ملیسیا شریف نظرزاده روز شنبه هر هفته شهروندان را قبول می نماید که در نتیجه عرض و درخواست و شکایت‌های آنها مورد سنجش و چهاره‌اندیشی همه‌طرفه قرار داده می شود. اما در اطلاع گفته می شود که شهروندانی که از منطقه‌های دوردست به قبول سردار ملیسیای بدخشان به خوراق می‌آیند نوابسته از روزهای هفته و وقت و ساعت قبول کرده می شوند. ملیسیای ولایت مختار کوهستان بدخشان از کل شهروندان خواسته است تا نسبت حادثه و واقعه‌های به وجود آمده یا عمل و کردارهای نامطلوب بی‌طرف نباشند و جهت پیشگیری و تأمین ترتیبات جمعیتی با کارمندان ملیسیا در همکاری زیچ باشند، زیرا تنها در همبستگی میتوان پیش روی همه گونه کردارهای ناشایسته را در جامعه گرفت.